سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه من قراره بهتون آموزش بدم چجوری یک تله خیلی بچه خطرناک برای دوستانتون درست کنید. اول ما یه درخت اینجا میکاریم. اول بچه تو زمین صاف باشید باید درخت بکارید. اگه تو زمین صاف نباشید باید یک درخت رو پیدا کنید. من زمین صاف بودم که خودم بکارم بهتر باشه. خب من اینو بزرگش میمونم. نه بچه این خیلی بد شد. یه درخت دیگه. بچه درختتون باید همینجوری باشه. خب بچه ما 3 تا باید بلاک از بغلش باید برید پایین. خب بچه من 3 تا بلاک رو برم پایین. از کناراش باید برید پایینم بچه. زیر درخت هم باید خراب کنید. بچه شما شیفت رو باید بگیرید، یه دونه ابزرور اینجا بذارید و زیر ابزرور رو پر TNT کنید. خیلی آسونه بچه ها، یعنی آسون ترین تله دنیایی بود که واسه تون گذاشته بودم. اولین تله‌مون بود، حالا من نمیدونم واسه این ویدیو کار میکنه. بله خب بچه ما دوباره یه ابزرور میذاریم. ابزرورا میذاریم. خب بچه اگه ما ابزرورا رو بذاریم، خب ابزرورا که گذاشتیم با TNT همه TNT ها روی TNT ها رو میپیشونیم. بچه الان خیلی مخفی شد. خب بچه من دست سایوایور کنم. خب بچه ما هر وقت سایوایور کردیم بچه مثلا من میخوام یه چوب بزنم که مثلا ماینکرافت رو تموم کنم. بچه ما اینجا اگه بچه این چوب رو بکنید TNT ها روشن میشن. TNT ها روشن میشن و به فنا میرید. وای خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید. اگه طلای بیشتری هم میخواید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. سابسکرایب کنید، سابسکرایب میشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.